خب موضوع این که محمد من حیث پیامبر انتخاب میشه خودش بسیار مرموز هست. شما اگر سوره شورا آیه 52 را باز کنید، میگه قبل از اینکه ما جبرائیل را نزد تو بفرستیم، تو کسی بودی که نمیدانستی ایمان و کتاب چی هست. یک فرد بی ایمان مثل محمد، یک فرد بی کتاب مثل محمد، یک فردی که با کتاب آشنایی نداره به نام محمد ابن عبدالله چی کار میکنه؟ خب به عنوان پیامبر توسط الله انتخاب میشه. اگر الله افرادی را انتخاب میکرد که واقعا حداقل خواندن و نوشتن بلد میبودن، اون زمان ما میگفتیم بله حداقل انتخابش انتخاب یک آدمی بوده که حداقل میدونسته کتاب چیست، ایمانش را کنار میگذاریم. البته که ایمان رکن اساسی است در اسلام، اما این ایمانش را ما کنار میگذاریم. خب موضوع این که محمد را انتخاب میکنه یک موضوع کاملا، اگر عامیانه بگویم کودکانه هست، که برای کودکان هم بگوییم که در یک جای آمده یک فردی مثل محمد را به عنوان فرستاده خودش انتخاب کرده الله که چیکار کنه؟ خب بیای دین الله را برای ما بیاره. در کجا؟ در کتاب به نام قرآن. اولا نیازمند بودن الله زیر سوال میره. این که نیازمند نیست اقرار میکنه، من صمد است. خب صمد هست، یک موجودی که به خود صمد میگه، آیا نمیتونست خودش مستقیم بیایه با بنده های خود، از طریق قلب بنده های خود با بنده های خود در ارتباط باشه و نیاز به این مسئله نباشه که یک فرد بی ایمان را که در غارها پنهان میشد و مشکلات اساسی داشت و بار بار زیر حمله و تجاوز دیگران قرار گرفته بود پیامبر خود تعیین کنه؟ حالا اگر شما متوجه شوین، در زمان محمد شعرا و ادبای زیادی بودن که میتونست محمد اونها رو انتخاب کنه. بسیار زیاد بودن افرادی که واقعا، بخصوص همین کسی را که به نام ابو جهل میگن، هشام ابن عبدالملک. خب اگر ابو جهل را انتخاب میکرد که کنیه اصلیش ابو حکم هست، یعنی پدر حکمت، پدر دانایی، کمی موجه‌تر می بود. چرا؟ چون انسانی بود که در اونجا شناخت داشت، انسانی بود که دستش به غارت و به دزدی آلوده نبود، انسانی بود که سیاست داشت، انسانی بود که در قوم خودش ارزش خاص داشت. البته او هم از قریش بود، او هم قریشی بود. اگر هدف الله این بود که باید از قریش انتخاب کنه، خب بهترین گزینه برای انتخاب به جای اینکه محمد بی سواد و بی ایمان و بی کتاب را انتخاب کنه، خب یک فرد با سواد را حداقل انتخاب میکرد. بعد مسلمانان هم یک مالکشی دارن، میگه او را بی سواد به خاطر انتخاب کرده که باز بعد او را سواد بده و شما باور کنید. به همین دلیل بی سواد انتخابش کرده. چی دلیل موجهی برای ما؟ بعد از سوادش هم چی؟ محمد یک اثر داره، دو خط درستی را که محمد به بشریت بیان کرده شما بفرمایید برای ما بگید. یک مسئله را که موجه ساخته باشه و موجه بودن در ذات اون موضوع باشه که محمد او را فرموده یا ابراز کرده، برای ما بیان دوستان مسلمان بیان کنن. ازش میپرسن تب چی است؟ میگن به خاطر آتش جهنم است. حالا ما تب داریم، حرارت بدن ما بالا رفته. ازش میپرسن چی است؟ میگه به خاطر آتش جهنم است، با آب سردش کنیم. ازش میپرسن که عادت ماهیانه زنان چی است؟ خب چی میگه؟ دردی است برای زنان. نه بابا جان، نگفتم دردش را که خودشون هم میدونستن دیگه. اونا از تو پرسیدن که چی است، چرا میآید، علتش چیست؟ خب حداقل باید میگفتی به خاطر ازی است که فلان بهمان. دو تا دلیل موجه. وقتی ازش میپرسن آسمان و زمین چگونه است، خب خورشید سجده میکنه، خورشید میره در پشت پس اونجا شبانه سجده میکنه، پس روز دوباره برمیگرده میاد جای خودش. ازش وقتی میپرسن در مورد مسائل متفاوت، در مورد روح بگو، میگه الله گفته که اندک که در مورد روح شما میدونین، من نمیگم براتون. اللهی که عاشق دانایی بشر هست اینجا اقرار میکنه که نه، من شما را نادان زیادتر دوست دارم و محمد با همین الله گویا در ارتباط بوده. وقتی ازش میپرسن تعداد اصحاب کهف چند نفر بود، میگه تعدادش به الله معلوم است، با کس نمیگه. بازم قهر کرده، بچه قهر کرده، نمیخواد بگه با کس، با کس نمیخواد اصلا ارتباط برقرار کنه، نمیخواد مردم بدونه و بفهمه الله محمد. وقتی برش میگن ذوالقرنین کی بود، خب چی میگه؟ میگه که مردی بود در اونجا که اونجا رفت، اونجا دید و دید که خورشید در چشمه گلالود فرود میکنه. این جواب سوال است.